همه از تنهایی می‌ترسند. وقتی جمعیت کم می‌شود، وقتی صدای خنده دوستان فروکش می‌کند و وقتی گوشی موبایل در سکوت شب تنها منبع نور است. ناگهان یک حس ترسناک از درون می‌آید. حس پوچی. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که وصل بودن را با زنده بودن اشتباه گرفتیم. اما یاد گرفتیم که اگر در جمع نباشیم وجود نداریم. اگر کسی ما را لایک نکند دیده نشویم، پس یعنی اهمیتی نداریم. اما حقیقت فراتر از این هیاهوهاست. تنهایی در واقع آینه ای است که ما از آن فرار میکنیم. آینه ای که تمام لایه های پوششی، تمام نقش هایی که برای خوشایند دیگران بازی کرده ایم و تمام دروغ هایی که به خودمان گفته ایم را نشان می دهد. وقتی تنها می شوید دیگر راه فراری از خودتان ندارید و این سخت‌ترین جنگ ممکن است. جنگ با حقیقت درون. اما گوش کنید. در همان سکوت ترسناک قدرتی نهفته است که هیچ جمعیتی، هیچ شخصی، هیچ انسانی نمیتواند به شما هدیه دهد. تنهایی آزمایشگاه روح است. بله دوستان، تنهایی آزمایشگاه روح است. روح شما به تنهایی می رود و در آنجا پردازش می شود. کمی زیادی درست می شود. بزرگترین ذهن‌های تاریخ از فیلسوفانی که در غارها فکر می کردند تا دانشمندانی که در اتاقهای تاریک جهان را کشف کردند، همگی یک چیز را می دانستند. رشد در شلوغی اتفاق نمی افتد. رشد در خلوت اتفاق می افتد. بله دوستان، وقتی تنها هستید شما دیگر یک واکنشگر نیستید. شما یک خالق هستید. دیگر مجبور نیستید با استانداردهای دیگران کارهای خودتون رو اندازه بگیرید. تفکراتتون رو اندازه بگیرید. خواسته هاتون رو اندازه بگیرید. دیگر نیازی نیست برای اثبات خود فریاد بزنید، جنگ کنید، چالش درست کنید. در سکوت شما یاد میگیرید که صدای واقعی خودتان چیست. صدای آن بخش از وجودتان که زیر خاکستر نظرات دیگران دفن شده بود. تنهایی به شما یاد میدهد چگونه با خودتان رفیق شوید. و سلام به روح من. و وقتی یاد بگیرید با خودتان در صلح باشید، دیگر هیچ کس نمیتواند با تنها گذاشتن شما را بشکند. پس از این مرحله دیگر تنهایی برای شما یک زندان نیست، یک پناهگاه است، یک قلمرو است که در آن پادشاه خودتان هستید. از این پس وقتی به جمعی می روید با قدرت بیشتری برمی گردید.
چون می‌دانید که ریشه‌های شما در خاک سکوت عمیق شده است. شما دیگر برای پر کردن حفره‌های تنهایی‌تان به دنبال آدمای اشتباه نمی‌روید. دیگر شما تشنه تأیید کاذب نیستید. یادتان باشد هر درخت عظیمی ابتدا در سکوت خاک رشد کرده است. هر ستاره‌ای در تاریکی مطلق می درخشد و هر انسانی جهان را تغییر داده ابتدا در خلوت خود جهان جدیدی ساخته است. اگر امروز احساس تنهایی می کنید نترسید. این صدای بیدار شدن روح شماست. این شروع مسیر شما برای تبدیل شدن به نسخه ای است که همیشه آرزویش را داشتید. بله دوستان، تنهایی را انتخاب کنید تا بتوانید خودتان را پیدا کنید. چون هر موفقیت بزرگی از یک تصمیم کوچک شروع می شود و تصمیم بزرگ امروز شما این است: سکوت و تنهایی. گاهی باید تنها بمانی، نه چون کسی تو رو نمیخواد، بلکه چون زندگی میخواهد. زندگی میخواهد تو را با خودت آشنا کند. گاهی برای سکوت کردم، ذره بیشتر فکر کنم. گاهی باید از همه فاصله بگیری، از آدم‌ها، از سر و صداها، از حرف‌های بی‌پایان، از کسانی که فقط زمانی کنارت هستند که همه چیز خوبه. باید جایی بنشینی که هیچ کس نباشد و از خودت بپرسی: من واقعا چه میخوام؟ نه خانواده جواب سوال را میداند، نه دوستانت، نه جامعه. فقط خودت. و برای پیدا کردن جواب گاهی به سکوت نیاز داری. سکوتی که در آن صدای دیگران خاموش شود و صدای درونت را بشنوی. شاید در سکوت بفهمی سالها برای چه چیزهایی جنگیده‌ای که اصلاً ارزش جنگیدن نداشتند. شاید بفهمی دنبال تایید آدم‌هایی بوده‌ای که هنوز خودشان را تایید و پیدا نکردند. شاید بفهمی بیش از اندازه به حرف دیگران اهمیت دادی و شاید برای اولین بار متوجه شوی که چقدر از خود واقعیت فاصله گرفته ای. بله، نگران نباش. هر لحظه میتوانی برگردی. هر لحظه میتوانی شروع کنی. زندگی یک مسیر مستقیم نیست. گاهی جلو میرود، گاهی زمین میخوری، گاهی بر میگردی، گاهی گم میشوی. بله، توی پرانتز بگم استادی داشتیم میفرمود زندگی مثل یک جاده بیمون، استحکاک دست انداز. بهترین ماشینم که سوار باشی تو اون استحکاکا و دست اندازا میافتی. بله دوستان، اما گاهی باید واقعا تنها باشی تا مسیر واقعی خودت را پیدا کنی. گاهی باید شکست بخوری تا بفهمی چه چیزی واقعا برایت مهم است. گاهی باید تنها بمانی تا بفهمی چه کسانی واقعا دوستت دارند. و گاهی باید سکوت کنی تا بفهمی چه حرفهایی ارزش گفتن دارد. پس از تنهایی نترس. تنهایی میتواند مدرسه‌ای باشد که در آن صبر را یاد میگیری، در آن استقلال را یاد میگیری، در آن یاد میگیری بدون تشویق دیگران، بدون تایید دیگران ادامه دهی. یاد میگیری که هیچ کس
دستت را نمیگیرد. خودت باید دست خودت را بگیری. وقتی کسی امید نمیدهد، خودت امید بسازی. وقتی کسی نمیگوید تو میتوانی، خودت با صدای بلند بگویی بله، من میتوانم. شاید امروز شرایط زندگیت آن چیزی نباشد که میخواهی. بله، شاید پول کافی نداری. شاید هنوز به هدفات نرسیده ای. شاید کسی را که دوستش داشتی کنار تو نیست. شاید بارها شکست خورده ای. اما یه چیز رو فراموش نکن. شرایط امروز تو سرنوشت فردای تو نیست. تو میتوانی تغییر کنی، میتوانی یاد بگیری، میتوانی قوی تر شی، میتونی از صفر شروع کنی و حتی 100 بار دیگر زمین خورده ای، هنوز فرصت داری. برای صبیه کن. کسی نمیتواند گذشته را تغییر دهد، اما تو میتوانی آینده را تغییر دهی. پس به انرژی ایمان بیار، به سکوت ایمان بیار، به تنهایی ایمان بیار. انرژیت را صرف بیهوده نکن. اشتباهاتی را که کردی نمیتونی پاک کنی، اما میتونی از اونا درس بگیری. میتونی زخمهایت را به قدرت تبدیل کنی. میتوانی شکستت رو به تجربه تبدیل کنی. میتونی تنهاییت رو به استقلال تبدیل کنی. و میتونی در سکوتت تمرکز کنی. و این همان نقطه ای است که انسان ها از هم جدا می شوند. یکی در شکستش می ماند، یکی از شکستش عبور می کند. یکی در تنهایی خودش را می بازد، یکی در تنهایی خودش را پیدا می کند. و دیگری می گوید این تازه شروع من است. تو انتخاب می کنی کدام باشی. هیچ کس قرار نیست بیاید و زندگی تو را نجات دهد. این جمله شاید سخت باشه، شاید تلخ باشه، اما در عین حال قدرتمنده. چون قدرت زندگی تو در دست توست. قرار نیست همیشه به تو انگیزه بدن. قرار نیست همیشه کسی تو رو تشویق کنه. قرار نیست همیشه شرایط مناسب داشته باشی. بعضی روزها باید بدون انگیزه حرکت کنی. بعضی روزها باید خسته باشی ولی باز باید قدم برداری. بعضی روزها باید بترسی ولی تصمیم بگیری. شجاعت یعنی نترسیدن نیست، یعنی با وجود ترس ادامه دادن است. اگر رویایی داری برایش تلاش کن. اگر هدفی داری برایش برنامه داشته باش. اگر چیزی را میخوایی برای به دست آوردنش بجنگ، تغییر کن. اما منتظر روزی نباش که همه چیز کامل شود. کلیشه‌ای نگم. آن روز شاید هرگز نرسد. با امکاناتی که داری شروع کن. با همین توانایی، با همین شرایط، با همین مقدار پول، با همین مقدار زمان، با همین زندگی شروع کن. قدم اول لازم نیست بزرگ باشد. گاهی یه تصمیم کوچیک میتونه مسیر
را بساز و وقتی زمانش رسید بگذار موفقیتت بلندتر از هر حرفی حرف بزند.